داغی روز برادران عزیز و اپا و خواهرها و اکا و دادرها و مادران عزیز و پدران مهربان، از همتون خواهش یعنی همین را با دقت گوش اندازین، شاید که برای یکی از شما همین نوار منفعتی برسانه. از سبب چی بسیاری یعنی اویله ها ویران می شوند؟ کم بدیش در چیست؟ کم بدیش در آن است که یعنی اکثریت ما و شما یعنی شرط و شروط نکاح نمیدانیم. یعنی شرط و شروط نکاح الحمدلله که بر هر یک مسلمانی که یعنی به ازدواج میکنه 4 تا شرط و شروط داره. همون ملایی که یعنی نکاح میکنه همون باید شرط و شروط را پیش از آنی که نکاح میکنه باید بر اون عائله ها فهمانده شود، یعنی بفهمونه که چگونه زندگی کردن در کار و دیگه بسیاری هاش یعنی اون خواهر مهربانی که به شوهر میآید یعنی به ازدواج میکنه از همون پرسان نمیکنن که آیا تو میخواهی همین نوجوان یا به ازدواج خود یا نه. از همونها پرسان نمیکنن، مجبوری شوهرشون میدن. یعنی اکثریت مردمی که مجبوری شوهرشون میدن اونها یعنی ابدالآباد زندگی کردن نمیتونن، به خاطر اونه که شاید که در دل این نوجوان، در دل این جوان مرد یعنی دیگه کس باشه یا اینکه در دل این خواهر دیگه کس باشه، شاید که این دیگه کس دوست بداره و ایش هم دیگر کس. با اون خاطر پیش از اون که ازدواج میکنین، پیش از اون که اونها را با هم دیگر یعنی طول میکنین، از اونها پرسان بکنین. برای بسیاری هاش یعنی بعضی هاش خواهرها و اپاها یعنی ازدواج کرده هستن طول 2-3 سال شد که با هم دیگر هم خوابه کردگی نیست. سبب در چیست؟ شاید که هم دیگر را نقض نبینن. بعضی هاش یعنی سبب میکنن که در بدن اونها جن هست. نه، اونها خودشون بعضی هاش ما را میگوین که برادر عزیز من به این برادر زندگی کردن نمیخواهم. یعنی این انسان شخصیتی هست که یعنی نه نماز میخونه نه طاعت عبادت الله میکنه، همیشه پیان است. اعوذ بالله. بسیاری هاش این خیلی سوال ها را میکنن. با اون خاطر یعنی برادران عزیز پیش از آنی که ازدواج میکنین با همراه اون برادر یعنی شما با همراه اون خواهر که ملاقات میکنین میبینین همدیگه از همدیگه پرسان کنین، با رضایتی باشه. یعنی شرط و شروط نکاح چه؟ رضایتی طرفین، هر دو طرف باید رضا باشه، هم جوان مرد هم دختر زن باید رضا باشه. بسیاری هاش که نارضا که هستن یعنی از سبب زیقی خانه که شوهر که میروند از سبب زیقی در بدن اونها جن میدراید. یکی از سبب اونه که ببینه که یعنی جوان مرد میتونه که بعد از این یعنی چیکار کنه زن بگیره، میتونه که زنی دختر هم بگیره، به خاطر اینکه که دخترها به نهایت زیاد شدگی هستن. با اون دختر بیچاره که یک بار ازدواج کرد یا که صاحب یک فرزند شد او را دیگه یگمان بچه خانه گرفته نمیتونه نمیگیره. همه ما و شما مشاهد همین حال هستیم. با اون خاطر یعنی این خواهرها را یعنی حرمت و عزت کنین. به چه خاطر؟ به خاطر اینه که الله سبحانه و تعالی یعنی چی مونده رضاگی الله در رضاگی پدر مادر. این پدر مادر میشوند فردا. اینها یعنی انسان هایی هستند که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که الدنیا متاع و خیر متاع الدنیا هی زوجة صالحه. دنیا مثل یک متاع است و بهترین چیز زمین دنیا این کیست؟ زنی صالحه است، زنی پاک دامن است، زنی با تقوا است، زنی است که اون در طاعت عبادت الله و خدمتگار شوهر است و پدر مادر خود را اطاعت میکنه. اون گونه انسان ها یعنی بهترین انسان هستند و زیر پای اونها جنت هستند. با همون خاطر برادران عزیز، اپا و خواهرها، اکا و دادرها، پدران مهربان و مادران عزیز مهربان، از همتون خواهش پیش از آنی که ازدواج میکنین یعنی پرسان بکنین، با همراه بشینین. شاید که با سری دلش گفتن نتوانه، یعنی در ما و شما یعنی شرم است که نسبت مادر یعنی نزد مادر یگان چی پرسان کنین، بگیم شونه که یعنی من نمیخواهم با این ازدواج کردن، شرم میدارن، به خاطر پدر مادرشون یعنی ازدواج میکنن. اما نه، پدران مهربان به خاطر اون خالقی که خلق کرده است ما و شما را از اونها پرسان کنین چی بچه باشه و چی دختر باشه. یعنی بگیرش میشه نشید باید دیگه نه، عمر یعنی انچکی است، کوتاهی است، یعنی شاید که روز باشین فردا نباشین. به همون خاطر حرکت کنین که داغی دیده داغی رو در این خواهران ما و شما نباشه که همیشه با چشم یعنی گریان زندگی کنه و یعنی از زندگی نارضا باشه. با همون خاطر رضاگی هر چه پرسان کنین، از هر چه پرسان کنین تا اینکه اینها خوشبخت باشن. برای اینها الله سبحانه و تعالی فرزندهای صالح و صالحه را نصیب بگردانند که اونها در طاعت عبادت الله باشه و خدمتگار پدر مادر باشه و همیشه یعنی در خدمت دین مبین اسلام باشه. خداوند هر یک دین ما و شما را نگهبان باشه. باقی در امان الله. السلام علیکم.